بچه ها سلام، وقتتون بخیر. امیدوارم هر جا خوب و خوش و سلامت باشید. اول ویدیو رو من با معرفی خودم شروع کنم. من محمدم، از شیراز، ولی خب تو سیاتل واشنگتن زندگی میکنم توی آمریکا و دوست دارم گزیده های از زندگیم رو با شما به نمایش بذارم. البته این به درخواست خیلی از دوستان بوده. خیلی از دوستان از ترکیه و خیلیشون از ایران زنگ میزنن دائما و میپرسن که شرایط کار چطوری اونجا، تو چی کار میکنی، شرایط زندگی، شرایط رفاهی، گردشی و خیلی چیزای دیگر دارن میپرسن از من. و خب به طب لابلای اینا و خیلی ها هستن که غریبن، هیچ شناختی از من ندارن و توی اینستاگرام از من سوال میپرسن. گاهن بعضی وقتا من لایو میذارم توی اینستاگرام یا اینکه ویدیویی رو آپلود میکنم توی اینستاگرام و اونا از من میپرسن در رابطه با کار و زندگی و تفریح توی آمریکا. خب گفتم که من کارم توی سیاتل و شهرهای اطراف هندیمنیه، کارهای ساختمانی انجام میدم، بازسازی از 0 تا 100 و خرید و فروش موتورسیکلت انجام میدم، چون شغل قبلی من تعمیرکاری موتورسیکلت بوده. دیگه بهتون که بگم خیلی کارهای دیگه، حالا هر کاری که از دستم بر بیاد و علمشو داشته باشم و ببینم که به دیگران و به خودم ضرر نمیزنه اون کارو قبول میکنم و انجام میدم. یه ماشین ون دارم، یه ماشین ون مرسدس دارم، اسپرینتر 2500 از این بلندا و اینو من خودم قفسه بندش کردم که حالا در ادامه ویدیو به شما نشون میدم شرایط رو، یعنی داخلی ماشین رو و ابزارم رو توش چیدم. ابزارهایی هستش که خودم دونه دونه خریدم، انتخاب کردم و بهترین های بازار رو نسبت به کار خودم خریدم. قبل از این مدت زمانم که بخوام کار هندیمنی رو شروع کنم، حدود 1 سالی رو من توی یک کامپانی یکی از بچه‌های ایرانی ارمنی تبار به نام آقای کاجیک کار کردم. خیلی دوست محترم، خیلی دوست آقا و خیلی کمک کرد و همچنان هم داره کمک میکنه. کمکاشو دریغ نمیکنه از من، نه از من، از هیچ کسی، خالصانه با تمام وسعت قلبش داره کمک میکنه و امیدوارم هر جا هست خوب و موفق باشه. اتفاقا یه سری ابزارهای خیلی خاص توی آمریکا هست که کمپانی کاجیک اینا رو داره و توی مراحل بعدی حتما ویدیوی اونا رو براتون آپلود میکنم. بریم که ببینیم این قسمت داخلی ون رو. خب همونجوری که بهتون گفتم ماشین ون اینه، ماشین ون بلندیه از این سقف بلندا که 170 اینچ هم داخلشه و فقط توی ونهای مرسدس فقط یک کلاس از این درازتر وجود داره، 170 اکستندد که حدودا 1 فیت خورده ای این ته، حدودا 40 خورده سانت این ته یکم بلندتره، داخل اتاقش بلندتره. و داخل ماشین رو بهتون نشون بدم. این از تولز بگیه که میبرم سر کار، با خودم ابزارهایی که دائم نیاز میشه داخلش هست که اونم توی یه ویدیو کامل ابزارها رو براتون توضیح میدم. تولز باکس که اکثر ابزارها و قطعاتی که نیاز دارم اینجا چیده شده. بعضی از پارت های پلامینگ، لوله کشی، اتصالاتش اونجا چیده شده. تو این هست و توی اینا بعضیش مربوط به برقه، بعضیش مربوط به لوله کشیه و کلا اینو بچه خودم درستش کردم اینجوری به این حالت. اینم که یه دونه مایدرساو اره فارسی بره 10 اینچ تیغه 10. اینم یه دونه دیگه تیغه 7.1/4 مارک بوش. اینم که مارک دیوالت.
و هم که یه دونه فنر برای لوله های آشپزخونه است. من یک سالی که کار میکردم پیش کاجیک، کارم فقط پلامینگ بود و اون اواخر یعنی لوله کشی بود و اون اواخرم چیز میکردم، خیلی دیگه کارای ریمادل رو بیشتر خودمون میگرفتیم انجام میدادیم. اینم یه دونه تیبل ساو، اره فارسی بور یا همون نرمال میزی هستش که حالا چرخش توی خونه است، توی ماشین زیاد استفاده نمی کنیم اینو. و این فضا رو کلن خودم، این دکور رو خودم زدم، پله هام 2 تا پله، این پله کوتاه برای سر کار و یه سری ابزارهایی که نیاز هست برای کار. دو تا وکیوم، یه وکیوم کوچیک که میشه باش آب کشید حتی، و این یه وکیوم بزرگتر که دیگه برای کارهایی که گرد خاک زیاد داره. این بالا هم که دیگه انبار لوله و انبار مولدینگ هایی که قرنیزای MDF همه. و دیگه مابقی رو توی ویدیو بعدا بهتون نشون میدم. این یه سری از ابزارها هست. یه سری از ابزار نجاری، این هم یه سری ابزار که اینجاست و خیلی چیزای دیگه. حالا به مرور آروم آروم تو ویدیوهای بعدی اینا رو بهتون نشون میدم. فقط اینکه خواهش میکنم از شما، کانال منو سابسکرایب کنید، لایک کنید و اگر سوالی دارید از من بپرسید. من هر اطلاعاتی که داشته باشم رو صحیحش رو بهتون میگم. خوشحال میشم هر چی دارم رو با شما به اشتراک بذارم، هر سوالی دارید رو جواب بدم. اگر بلد نباشم جواب سوال شما رو میگردم، بهترین جواب رو پیدا میکنم، صحیح ترین جواب رو پیدا میکنم و اون رو خدمت رو اعلام میکنم. توی ویدیوهای بعدی سعی میکنم ابزارهایی که ما کار میکنیم باهاش رو بهتون بگم، بهترین ابزار رو تهیه کنید. حالا گرچه بعید میدونم میلواکی خیلی عمومی باشه توی ایران، اینجا ابزارهایی که استفاده میکنم زیاد ابزار میلواکیه که خیلی جونداره، خیلی محکمه و قیمتش هم معقوله نسبت به ابزار دیگه. دیوالت هم رده دوم فکر میکنم. اگر سوالی در مورد ابزار دارید اونم بپرسید، بهترین رو بهتون اعلام میکنم، بهترین ابزار و بهترین جواب و بهترین راهنمایی رو براتون در نظر میگیرم. مراقب خودتون باشید تا ویدیو بعدی.